درود بر شما شنوندگان عزیز. اینجا استودیو مرکزی رادیو موجیر است و امروز دوشنبه 20 اپریل 2020 سال شروع میکنیم پخش مستقیمی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. مهاجران مهنتی می توانند در روسیه تا 15 ایون بدون اجازت فعالیت مهنتی داشته باشند. فرمان دخلدار را پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین در دایره چاره‌های تنظیم وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی در روسیه به سبب تعدید پنجشنبه ویروس کووید 19 به امضا رسانیده است. همین طور طبق فرمان پرزیدنت روسیه از 15 مارس تا 15 ایون سال 2020 باز داشته می شود شرط‌های بودباش موقتی، استقامت موقتی یا دائمی شهروندان خارجی و شخصان به شهروند در فدراسیون روسیه، مهلت‌هایی که شهروندان خارجی و شخصان به شهروند در جای اقامت به قید گرفته شدند یا در محل زیست به قید گرفته شدند اگر این مهلت‌ها در این دوره به آخر رسند. مهلت‌های اختیاراً خارج شدن شهروندان خارجی و شخصان به شهروند که نسبت آنها درباره اخراج شدنشان از فدراسیون روسیه قرار دادگاه ها به توصیف رسیده است. مهلت عمل حجت‌های زیرین که در این مهلت به اتمام میرسند: روادید، اجازت برای استقامت موقتی، اجازت برای استقامت، ورقه مهاجرتی، شهادتنامه درباره گریز، عریضه بررسی درخواست درباره گریز، شهادتنامه پناهندگی موقتی در قلمرو فدراسیون روسیه، شهادتنامه اشتراکچی برنامه دولتی، اجازتنامه کار و پتنت را در بر میگیرد. بنابراین تا 15 ایون نسبت شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی قرارها درباره نامطلوب بودن بودباش آنها، خارج کردن مأموری از فدراسیون روسیه، سپاریدن به دولت خارجی طبق شرطنامه‌های بین‌المللی فدراسیون روسیه، قرار درباره محرومیت مقام گریزنده، پناهندگی موقتی، درباره بیکار کردن روادید قبلا داده شده، اجازتنامه‌های کاری، پتنت‌ها، اجازتنامه‌های استقامت موقتی، اجازتنامه برای استقامت تطبیق نمی‌گردد. روز را ادامه می‌دهیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین محردین با یک قطار نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان در خارج راه‌های حل مشکلات شهروندان تاجیکستان در خارج کشور را محاکمه نموده است. خبر می‌دهد دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. همینطور وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیران تاجیکستان در کشورهای روسیه، قزاقستان، بلژیم، شویتزاریا، استرالیا و هندوستان در شکل ویدیو کنفرانس ملاقات کاری برگزار نموده است. در جریان ملاقات ویدیو کنفرانسی راه‌های حل مشکلات شهروندان تاجیکستان در خارج، تجربه دیگر کشورها در مبارزه علیه پاندمی ویروس کووید 19 و دیگر مسائل‌ها محاکمه کرده شده، گزارش سفیران تاجیکستان در خارج کشور نیز شنیده شده است. در آخر ویدیو کنفرانس به نمایندگی‌های دیپلماتی سپارش‌های مشخص آید به بررسی سر وقتی مراجعت‌های شهروندان کشور، گذراندن کارهای فهمانیده‌دهی در بین هموطنان و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای شریک و سازمان‌های بین‌المللی داده شده است. در دوشنبه روزهای نزدیک کارخانه کارکرد آردبراری از جانب یک شرکت چینی به کار آغاز می‌کند. روند تجدید و نصب تکنولوژی نو در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کمبینت ارد دوشنبه در عرفه انجامیابی است. خبر می‌دهد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری با مقصد استحصال محصولات بلندصفت که به استانداردهای بین‌المللی جوابگو است، شرکت کمبینت ارد دوشنبه با شرکت چینی کارفو التدی تکنولوژی همکاری برقرار نموده است. آمده است در خبر قید کرده می شود که تجهیزات نو پورا نصب شده است و کارخانه پس از جاری نمودن برنامه‌سازی خط استحصالی به استحصال ارد آغاز می کند. اقتدار استحصالی کارخانه بنا به اطلاع وزارت صنعت در یک روز 400 تن گندم را کارکرد می کند. انتظار می رود که پس از آغاز کار 100 نفر از متخصصان محلی با کار تامین کرده شوند. در این زمان ارد جمهوری را اساساً کارخانه‌های در شمال کشور بوده تامین میکنند. آنها از جمهوری قزاقستان گندم و ارد وارد میکنند. از پلیس می نویسد که طبق اطلاع رسمی در 3 ماه اول سال جاری ارزش ارد گندم نوع اول در کشور 4.1% افزایش یافته است. حالا نرخ یک قلطه ارد نوع یکم در بازارهای پایتخت به 250 سومونی می رسد.
از دوشنبه به ازبکستان نظر میکنیم. در ازبکستان از همه رانندگان تاکسی ها که برای خدمت رسانی اجازتنامه مخصوص دارند پوشیدن لباس های محافظتی از جمله روی پوش های طبی، نقاب های طبی و دستپوش ها قطعا طلب کرده می شود. این تصمیم را کمیسیون جمهوری اوید به پیشگیری کرونا ویروس قبول کرده است، خبر میدهد آژانس خبری فرغانه. علاوه بر این تا 10 می عریضه برای همه اجازتنامه های مربوط به حمل و نقل مسافران اینچنین بررسی و دادن چنین اجازتنامه ها قطع کرده می شود. یادآور می شویم که در ازبکستان نقلیاتی که برای حمل و نقل مسافران اجازتنامه مخصوص دارند حق مسافرکشانی را در دوره کرانتینی دریافت کردند. آنها می توانند غذا، داروواری، لوازمات طبی و دیگر جوازهای ضروری را نیز با درخواست شهروندان تا به خانه های آنها برسانند. همچنین با قرار کمیسیون جمهوری ازبکستان اوید مبارزه با کرونا ویروس مهلت همه نمود حجت ها از جمله روادید برای شهروندان خارجی تا 1 ایون به طور خودکار دراز کرده می شود. پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را شنیده استودید. اگنتی تشبسات استراتژی به رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین نامه فرستاده پیشنهاد کرده است که یک قطار چاره‌ها اوید به دستگیری مهاجران مهنتی را در شرایط پاندمی از کرونا ویروس را اندازی کند. همین طور پیشنهاد کرده شده است که مهاجران موقتا با شهروندان روسیه برابر کرده شوند و به آنها کمک پولی برای بیکاری پرداخت کرده شود و اینچنین یک قطار امتیازهای دیگر برابر به شهروندان روسیه داده شود. گفته می شود در نامه. یادآور می شویم که قبلا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان درباره بازداشت یک قطار محدودیت ها و حجت ها درباره مهاجران را امضا کرده بود. طبق فرمان مهلت اعتباری همه حجت های مهاجران از 15 مارس تا 15 ایون سال جاری بازداشت شده حسابیده می شود. شرط های بودباش موقت، استقامت موقت یا دائمی شهروندان خارجی و شخصان به شهروند در فدراسیون روسیه نیز به طور خودکار دراز کرده می شود. دومای دولتی روسیه نیز چنین قانون را قبول کرده بود که به مهاجرانی که در روسیه فعالیت می کنند پاتنت را بدون ترک کردن کشور تمدید می کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان سیلوان در صفحه توییترش نوشته است که روز دوشنبه 20 اپریل در مسکو بررسی پرونده پول ویلان شهروند آمریکا که در روسیه به جاسوسی متهم می شود آغاز می یابد. قبلا بهره‌نورد آمریکایی پول ویلان ماه دکبر سال 2018 در مهمانخانه در مسکو بازداشت شده بود. طبق گفته‌های مفتشان دیسک فلشداری که از او مصادره شده است دارای معلومات است که سری دولتی را در بر میگیرد. پول ویلان این عیب را رد میکند و تعقیب جنایی را در نسبتش آدمربایی سیاسی عنوان کرده است. در صورت اثبات جرم پول ویلان را تا 20 سال زندان تهدید میکند. در این ضمن خویشاوندان پول ویلان تاکید میکنند که وی به مسکو با دعوت جهت شرکت در توی رفته بود. پول ویلان بغیر از امریکا شهروندی کانادا، ایرلندیا و بریتانیای کبیر را دارد. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان سیلوان بارها دقت مقامات روسیه را به آن جلب کرده است که پول ویلان در زندان روسیه بدون کمک طبی نگهداری می شود در صورتی که او به کمک طبیبان نیاز دارد و وضع صحتیش هم خوب نیست. قبلا دادگاه عالی روسیه توصیه داده بود که دادگاه های این کشور بررسی همه پرونده ها را بدون بنابر پاندمی سرایت کرونا ویروس تا 10 اپریل موقوف گذارند. در مضافات شتلندیای نو کانادا یک مرد مسلح حداقل 16 نفر از جمله یک کارمند پلیس را به قتل رسانید. کارمندان پلیس کوشش کردند که حملگر را در دوام 12 ساعت زد و خورد به ضرر گردانند. روز 19 اپریل مقامات حفظ حقوق کانادا اطلاعیه پخش کردند که گابریل وارتمن 51 ساله گمانبر این حمله در زد و خورد با مقامات قدرتی به ضرر گردانیده شده است.
گفته می شود که حمله‌گر در تن لباس پلیس را به بر نموده به حمله آدمان آغاز کرده است. این حادثه شام 18 اپریل در شهرک خرد ساحلی اتلانتیک پورتاپیچ آغاز یافته و تقریبا 12 ساعت ادامه کرده است. سروزیر کانادا جاستین ترودو حمله را یک وضعیت دهشتناک نامیده به نزدیکان و پیوندان هلاک شدگان اظهار تسلیت کرده است. سردار حکومت ولایت شتلندیای نوی کانادا استیون مک‌نیل ابراز داشته است که این یکی از حمله های بیرحمانه زورآوری در تاریخ این ولایت است. حالا تفتیش شاهد قضیه به عمل آمده شروع شده. احتمال همدستی دیگران در این حمله را نیز مقامات تفتیشاتی آغاز کردند. خبرهای این ساعته روز را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. به شما استراحت با فراغت را تمنا می‌کنیم. سلامت باشید.